بسیاری ها میپرسند که چرا ما در حال رشد نیستیم، کار میکنیم، پیوست تلاش میکنیم، از این کار با اون کار میگذاریم، اما رشد نمیکنیم. اما بسیاری ها فراموش کردند که اولین ورزشکاری که در بازی های المپیک همه تا اشتراک میکند در اول قهرمان بوده و حتی بهترین نویسنده از جمله لیو نیکولایویچ تولستوی، حتی داستایوفسکی، حتی چیزی که جک لندن در کتاب مارتین ایدنش می نویسد، اینا همه در یک بارگی موفق نبودند و حتی یک سراینده مشهور امروز جهان هم یکم کنسرت خودش را در کاخهای بزرگ انجام نداده است. و یا ببینید پیکاسو بزرگترین رسام جهان اولین رسمش را تا با این روز بسیاری استقبال نکرده بودند، بعدتر محبوبیت پیدا کرد. و یا یک حجم‌نگار بزرگ جهانی و در اولین نمایششان اینا با چندان مشهور و محبوب نبودند. با مرور زمان، با تکرار کردن، با دوام دادن، آنها موفقیت را به دست آوردند. یعنی همراهان عزیز، این فرموله بسیار ساده موفقیت است که کارتان را قطع نکنید، تنها دوام دهید. این است فرموله عادی موفقیت و رشد کردن، یعنی دوام دادن، در یک جا نایستادن، تلاش، کوشش، غیرت و به پیش حرکت کردن. همین فرموله ساده موفقیت. با دیگر برنامه‌های مرکزی خیرات بمانید.